سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من حال پاور هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. بچه‌ها داخل این ویدیو قراره که به شما جایزه بدیم. آره جایزه خیلی خفن باشه. حالا در نامه بهتون میگم. بچه‌ها این سناریویی که داخل تو دماغی شکلیه سرما خوردم و مریض شدم. تو مریضی. خب حالا بگذاریم. بچه داخل این ویدیو قراره که من چند تا شالکر پر آیتم های خفن گرون آماده کنم و یه جا قایم کنم و کردش رو به شما بدم و شما برید بعد استفادهش کنید. خب بچه اول بذارید تا ما بگم جایی رو کجاست. 49 تقریبا دارم. خب بچه اول به سراغ شالکر چیه؟ چه داره تو اوردر چیزی دارم. اوردر خب بچه برای اول جایزه قراره به شما یه چی بدیم؟ یه شالکر با 2 تا ویز. اوکی SH خب این ویز خوبه قویه. حالا این چیزاشو دیگه خودتون بدید بخرید نوزید دیگه. حالا من براتون آمادش میکنم ویزها رو، شما خودتون بدید پیداش کنید و استفادهش کنید و لذتش کنید. خب اسلش شاپ و اینجا ما ویز رو بخریم و اوکی دوستانستون داریم داخلش و هر دیگه بذار این داره بپارت هم بزنم. بپارت بخشش $1,000,000 چه خبره؟ بذار رو لوست پرایس 19 که اوکی اینو بذار چه سر اوکی مثلا چرایی برای بذاریم رنگی مثل بلک سیاه رنگی بلک درشی داریم و اوکی بلک دای بلک سر اوکی من دیگه بوبسته هم داخل سورایبر و از شما خواهیم چیه بدشون. این شالکر اول که خیلی قویه. حالا آخرای ویدیو دیگه رکادش هم لو بدم و کردشون. اوکی بریم برای شالکر بعدی. شالکر بعدی مخصوص چه کسایی که به این چند تا چیزای چرت و پرتا نیاز دارن و این چند زیاد خب ما اسمش AH مثلا چیه این چند بخوام مثلا بدی اوکی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اوکی یکی دیگه هم میگیرم اینجا. اوکی خب سه شاپ بذاریم اینجا و داخل اگه ویدیو خیلی ادیتش بده یا یه جوری به بزرگی خودتو ببخشید که الان هم اسم خوردم یکم ویدیو بگیم همین واسه بی‌کیفیتی ویدیو بشه واقعا ازتون عذر میخوام. اوکی یه دو دیگه یه بخریم. اوکی خب این از این برای مثلا چی بذاری؟ مثلا آمریکی خوبه. خب 70 که خیلی گرونه میشه خیلی. حالا یه چیزی بذاریم چی مثلا جاش بذاریمش شارپنس چقدر؟ شارپنس حالا داخل اسمش اوردر یکم این چند داره. حالا از اون استفاده میکنم. چی داره مثلا اینجا دونه
حل دیگه. خب این از شالکر دوم که اوکی شد. خب شالکر سوم دیگه با بقیه فرق داره. شالکر سوم این چرت و پرتا نیست داداش. اسمش یه خودت میدونی چی؟ نترایت نترایت رو اینجا کنترل A کنترل C. اوکی. خب الان ما اگه اینجا کنترل B بزنیم هلمت. خب هلمت خیلی قوی کورس آفرینشی رو بس بدن نمیخوره. شاید دیزاینش خیلی مهم نیست. فکر نکنم دیزاینش خیلی براتون مهم باشه. حالا این با خیلی خوشگل به هم تو قشنگ باشه پس اینو برمیدارم. اسمش خب اینجا لگیر باشه. خب بچه لگیر رو کدوم برداریم سر این برداریم یه رو سره این حتی برای سردشه. خب همین برمیدارم اسمش H و هی اسکوارم یادم میده اسمش بوتس دیگه یوتیوبر مردم عشق. خب اینو برمیدارم و اسمش وای چی دیگه چست پلیت اصل کار چست پلیت هم چی بردارم اینجا همه بردارم همه دیگه اوکی. خب این سته خب همه بیار بپوشم همه رو و خیلی خفن و گنگه حالا خیلی خفن. اوکی خب بذار بپوشم یه ایکسی بزنم بهش پر بشه شما رو به زحمت ندازم. اوکی خب اوکی پر شد. خب بچه این همینجا تموم نمیشه. اسمش AH نه دیگه تکرار اسمش AH نترایت سورد یه سورد خفن نترایتی میخوام براتون اشغال رسن. چی هست این سورد قویه دیگه این قوی تره خیلی گرون تره اشکال نداره بابا قیمت فدا سرتون بابا. مثل شاپ و اینجا شالکر رو آماده میکنیم و خب به این شکل این شالکر خیلی قیمتش شروع کنه چند میلی بشه 20 میلی بشه. اسمش یه چیزی نمیخواد اسمش شاپ. یکی هم کریستال میخریم 64 انکل و آنها اینسان زامی دارم شت زامی وای فیس رو برسه نمیشن زیاد باش بزرگ خواهد شده. اوکی خب من ادامه بچه ها ما اینجا انکلا رو بذاریم اینجا به این شکل و این هم به این شکل دیگه بقیش هم میکنیم چیزی بقیش هم میکنیم توتم و خب این از توتم های ما و خیلی هم قشنگ و عالی. اوکی این از شالکرهای وای شت بچه ها شت چه بخش پشت دارم یعنی اگر میمونم کارم تموم بوده که باشم برم زیر اما اوضاع خطریه. خب من اینجا میرم وارپ کلیت آرمه. خب بچه اینجا جای اوله اوکی برای اولین جا به نظر شالکر این چند دوکاست این همون خفن است این هم میساس و مپارته. خب ما اول به نظرم میتونیم
بچه ببینید کوردش اینجاست. من F7 میزنم که شما ببینید میری زیر زمین بچه ها. این چه عدد میکنم میزنم اینجا و اینا میزنم. این خودش اوکی میشه. اوکی کوردش رو دیگه شما خودتون الان کوردش اینجا هست، خودتون بر خب بچه میریم برای شالکر بعدی که شالکر میس و مپارت است و میریم که برای جاگذاریش الان F7 زدم که شما راحت ببین کردش رو و میکنیم این زیر زمین و امیدوارم که حالا پولدار بشیم و آره دیگه کردش هم اینجاست، میتونید بردارید و این از کردش. بریم برای بعدی. خب بالاخره رسیدیم به اصل کار و بهترین شالکر و دیگه هر کی اینو پیدا کنه دیگه پولداره دیگه. آره حالا اینجا F7 میزنم که شما دقیقا ببینید کجاست، کوردینیتش رو ببینید و آره دیگه همینجا میزنم آیه باشی داخلش رو ببینید خفنه و آره دیگه همینجا میزنم باشی. و بچه ها از این ویدیو لذت کافی برده باشید و آیدی دیسکورد من الان روی صفحه میاد، شما بهش پیام بدید اگه اینو پیدا کردید و عکسش رو برام بفرستید و اگر خواستین من اسمتون داخل ویدیو بعدی میارم که بگم کی برنده شد. اگر نخواست بازم پیام بدید و داخل ویدیو بعدی من اسمتون رو نمیذارم. و بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید و تا ویدیو بعد فعلا خدا نگهدار همگیتون. بای بای. مشکل کرداتون.